سلام به برابط دوست داشتنی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. سینا هستم، خوش آمدین به اولین ویدیو از چنل من، یعنی چنل ای فوتبال اینفینیتی. تو این ویدیو میخوام سه تا از بهترین ترکیبایی که میتونید باش برسید به دیویژن یک رو بهتون معرفی کنم. ولی قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، لطفاً ویدیوی منو لایک کنین، چنل منو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش بزنین که هر موقع ویدیو گذاشتم بهتون خبر بده. پس هر چیز زودتر بریم سراغ ادامه ویدیو. Let's go. وارد گیم پلن میشیم. اولین ترکیبی که میخوام بهتون معرفی کنم ترکیب 3-1-4-2 هستش. یه ترکیب 3 دفاعه در اصل. این با دو تا هافبک وسطه، یه بال کناری چپ، یه بال کناری راست و یه هافبک دفاعی. ولی خب من از اونجایی که بیشتر دوست دارم داخل دیویژنا، داخل ایونت های بازی بیشتر حمله بکنم، به خاطر همین دوتا هافبک های وسطم رو AMF کردم. شما حالا دوست دارید مثلا گل نخورین، بیشتر حالت دفاعی بازی کنید تیمتون، اون دوتا پست AMF رو کنید CMF واسه خودتون. بعد اگه کسی میتونه با ترکیب سه دفاعی بازی کنه، این ترکیب بهش پیشنهاد میکنم. اون هافبک دفاعی هم که اون وسط هست و فقط بذارید همون هافبک دفاعی بمونه. چرا؟ چون اگه CMF بزنید توی حملات میاد جلو و وسط ضد حمله ها به راحتی گل میخورین، کسی نیست که توپا رو قطع بکنه. پس اونا DMF نگهش دارین. و این ترکیب های سه دفاعی نقطه ضعفشون چیه؟ از کناره ها راحت گل میخورن اگه کسی بلد نباشه باشون بازی کنه. پس باز بهتون میگم، اگه مشکل کنارها دارید و از کناره بیشتر گل میخورید، از این ترکیب استفاده نکنید. یکی مثل سانه، امباپه میان، حریف میاد ازشون استفاده میکنه، میاد نفوذ میکنه، مدافعتون رو دریبل میزنه و میاد بهتون گل میزنه. پس واسه کسایی که نمیتونن با ترکیب استفاده بازی بکنن، ترکیب های 4 دفاعه رو من بهشون پیشنهاد میکنم. خب ببینیم با کدوم تیم میتونیم همچین ترکیبی رو داشته باشیم. بریم تو بیس تیم ستینگ، بیس تیم، بخش آسیا اوشنیا، لیگ ژاپن، بخش دوم. اسم تیم فاگیانو اوکایاما، یه اسم عجیب و غریب که اصلا ما تا حالا به گوشم نخورده. حالا می امروز سرمرب میزنیم چینج فورمیشن و گزینه دیفالت رو میزنیم که به همین راحتی ترکیب اعمال شد به ترکیب. گفتم که دوتا CMF داره که من AMFش کردم. این دوتا بازیکن رو. ترکیب دوم ترکیب 3-2-4 که یک ترکیب خیلی خوبه که میتونین میانای زمین رو از حریفتون بگیرین. این ترکیب رو پیشنهاد میکنم براتون، چون خیلی خوب میتونید اون وسط رو بگیرین، پاسای حریف رو قطع بکنین و بتونین با هافبک هایی که دارین واسه تک مهاجمتون موقعیت خیلی خفن بسازین. با بالای کناری و ایمفاتون هم میتونید شوت های خیلی خوبی رو بزنین و بتونین از دورم به گل برسه تیمتون. این هم نقطه ضعفی که داره، مثل همون نقطه ضعف ترکیب قبلی بود که این خب دفاع کناری نداره، نه دفاع راست داره نه دفاع چپ داره. پس از کناره هم راحت گل میخوره. تنها نقطه ضعفی که میتونم واسه این بگم همینه. بعد هافبک هایی که وسط قرار دارن CMF بذاریم بهتره که بهتون بیشتر کمک بکنه برای بازی سازی و توپگیری این هافبک ها. ببینیم با چه تیمی میتونیم همچین ترکیب داشته باشیم. بیس تیم اروپا، میریم بخش نشنال، اتریش رو انتخاب میکنیم، چینج فورمیشن و دیفالت. یعنی این ترکیب روی گیم پلنمون اعمال شد. ترکیب سوم آخری که میخوام بهتون معرفی کنم ترکیب 4-2-2-2 هستش که دوتا هافبک دفاعی و دوتا هافبک هجومی داره. این ترکیب کسی که بیشتر از وسط حمله میکنن و پاسای خیلی زیاد میدن پیشنهاد میکنم. با DMF که دارین میتونین خیلی خوب توی دفاع کار بکنین، توی قطع ارتباط هافک های حریف، پاسایی که از دفاع میخوام بدن به حمله
خیلی خوب میتونن کمکتون بکنن و AMF های بازی که میتونن مهاجما رو از وسط شارژ کنن و خودشون هم بتونن گلزنی میکنن با شوت های از راه دور. کسایی که دورزن هم هستن بیشتر شوت از راه دور میزنن، با AMF خیلی خوب میتونن به گلای قشنگی برسن. یکی مثل رونالدینیو، یکی مثل بلینگهام، اینا شوت های خیلی خفن و خری دارن که من الان جفتشون هم گذاشتم AMF. این ترکیب هم 4 دفاعه هست نسبت به ترکیب های قبلی که گفتم، یعنی 3-2-4-1 و 3-1-4-2. علاوه دفاعی کامل تره، چون دفاعی کناری هم داره، کنارا سختتر حریف میتونه بهتون گل بزنه. بستگی به نوع پلیتون هم داره دیگه. دی ام فام بهتون توی دفاع کمک میکنه دیگه. حالا ببینیم بعد این ترکیب باید کجا پیدا کنیم و بنازیم روی گیم پلنمون که تیم پی اس جی هست که میدونین دیگه اون کجاست. برام بهتون نشون میدم. اروپا، لیگ 1 و پاریس سن ژرمن انتخاب میکنیم. چنج فورمیشن و دیفالت میزنیم که همینجوری که میبینین ترکیب اعمال شد روی گیم پلنمون. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ترکیبی مد نظرتون هست توی کامنت ها واسم بنویسید که ویدیو بعدی که درباره ترکیب میذارم داخل اون ویدیو قرار بدم. اون ترکیب و لایک و ساب و یادتون نره زنگوله ویدیو رو بزنید که اگه ویدیو گذاشتم واسهتون پیام بیاد که آره من ویدیو گذاشتم. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون آمده باشه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.